سلام، اومدم با یه ماسک صورت جدید برای روشن کنندگی و لایه برداری صورت. یه مقدار نشاسته اندازه یه قاشق، یه دونه سفیداب که قرار رندش بکنیم، پودرش بکنیم و به اندازه نشاسته اضافه بکنیم و اندازه یک قاشق گلاب. خب من اینا رو با هم یه مخلوط کردم و به صورتم میزنم. یه دوره بچه بودیم ما بزرگامون میرفتن حمام، همیشه سفیداب با آب لیمو یا سفیداب با گلاب با خودشون میبردن. دقیقا همون کارو میکنه، پوست بدن صورت رو خیلی خیلی روشن سفید و نرم میکنه. میزنم وقتی که یه رو 20 دقیقه گذشت صورتمو میشورم. اون وقت نتیجه رو میتونید ببینید، نتیجهش محشره. من به کل صورتم زدم، یه رو 20 دقیقه منتظر میمونم و بعد میشورم، نتیجه رو بهتون نشون میدم. نتیجهش واسه من که خیلی عالی بود و پوستم خیلی شفاف و براق کرد. دیگه کارو با یه آبرسام مرطوب کننده به پایان میبریم. همیشه یادتون باشه از مرطوب کننده‌ای که میزنید به گردنتون هم حتما بزنید. ماساژ گردنم با نرم کننده میدونید که به سمت بالاه. ممنون.